سرخط خبرها. اشتراک سفیر افغانستان در جاکارتا در مراسم افتتاحیه سمینار ملی تحت عنوان ایجاد مسئولیت غذایی در جامعه. سفر وزیر احیا و انکشاف دهات به ولایت هرات و سقوط یک طیاره ترکیه در آذربایجان. به نام یاد خدا و سلام بر شما. وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از اداره تحقیقاتی و نشراتی عروج خوش آمدید. امروز چهارشنبه 21 ماه اقرب 1404 و اینک مشروع خبرها. مولوی سعدالله بلوچ سفیر افغانستان در جاکارتا در مراسم افتتاحیه سمینار ملی تحت عنوان ایجاد مسئولیت غذایی در جامعه برای موفقیت برنامه غذایی رایگان مقوی اشتراک کرد. سفارت افغانستان در اندونزیا میگوید که مولوی سعدالله بلوچ در حاشیه این برنامه با شماری از اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان درباره همکاری‌های بیشتر در بخش‌های اجتماعی و آموزشی گفتگو کرد. ملا محمد یونس آخوندزاده وزیر احیا و انکشاف دهات در سفرش به ولایت هرات با شیخ مولانا اسلامجار والی این ولایت دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هرات میگوید در این دیدار پیرامون پروژه های در حال تطبیق وزارت انکشاف دهات در این ولایت گفتگو شده است. والی هرات از تلاش های وزارت احیا و انکشاف دهات در تطبیق پروژه های انکشافی در مناطق دور افتاده و محروم این ولایت قدردانی کرده است. به گفته این دفتر کار حدود 30 پروژه مختلف انکشافی از سوی وزارت انکشاف دهات در ولسوالی های مختلف هرات روز گذشته آغاز شد. خبر دیگر این که وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات میگوید محتسبین در ولایت‌های بامیان و دایکندی 235 بیمار روانی را جهت تداوی به هلال احمر افغانی معرفی کردند. از این میان 110 بیمار روانی در ولایت بامیان و 125 تن دیگر در ولایت دایکندی شناسایی و به این مراکز معرفی شدند. و خبر آخرین که وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که یک طیاره باربری C-130 متعلق به این کشور در مرز جورجیا آذربایجان سقوط کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکی این طیاره حامل 20 سرنشین از آذربایجان به مقصد ترکیه در حال پرواز بوده که در مسیر راه دچار سانحه شده است. تاکنون جزئیات دقیق از تلفات ناشی از این رویداد ارائه نشده و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. سپاس از حضورتان به خبرهای این ساعت. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.